اولیاء دم مقتولی که برای قاتل پسرشان پدر و مادری کردند امروز صبح تنابدار به گردن این جوان همین اورامی نژاد انداخته شد. کاک محی الدین ابوالقاسمی و همسرش زمان خانم به خاطر اونی که پدرم خلیفه شاه کسندان تصمیم گرفتم بخشش بکنم، اونم به رضای خدا، به خاطر رضای خدا پولم ازشون نگرفتم هیچ. پدر و مادری که تنها فرزندشان را در یک نزاع و درگیری از دست دادند. صبح امروز ساعت 5 که جهت اجرای حکم رفته بودن در راستای قصاص، ایشان قصاص کردن خودش تنابی که به گردن قاتل انداخته بودن تنابو باز کردن. رضایت به قاتل فرزندت کار آسانی نیسته، کار هر کسی هم نیسته، کاری است کارستان. من دوشو واقعا فرستخت بو من تجاوز کنم خانواده ممنون یعنی زندگی دوباره ببخشی. معتمدین مسئولان دستگاه قضا و زندان هم در جلب این رضایت سنگ تمام گذاشتن. ایشون هم در مکتبی درس خونده، در مکتبی داره سلوک میکنه به عنوان مکتب قادریه کسندانی که درس عیسی رو گذشت و بهش دادن.